نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. خوش اومدید به 257مین به اضافه تابناک. امشب با این خبرها: ویدئوی تازه از عملیات آزادسازی خان تومان، جنگنده های روسیه کجان؟ گرگ تنها آلمان رو به وحشت انداخت. تصمیمات خطرناک در نشست ضد ایرانی به میزبانی کویت. ویدئویی از حمله تازه کوچکزاده به لاریجانی و پشت پرده ماجرا. چرا روحانی امروز این حرفها رو درباره 2 میلیارد دلار زد؟ و ویدئوی تکان دهنده از اون چه در گوشی‌های تلفن همراهمون میگذره. عملیات آزادسازی خان تومان به شدت در جریان و نیروهای مقاومت حمله وسیعی آغاز کردند و در این مرحله سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین و همینطور موشک‌های ضد زره به میدان اومدن تا توان زرهی جبهت النصره و سایر گروه‌های تروریستی مستقر شده در خان تومان رو منهدم کنند و بعد حمله زرهی‌های مقاومت به همراه نیروهای پیاده آغاز میشه و این مناطق آزاد میشه. همونطور که در تصاویر می‌بینید خبری از پوشش هوایی سنگین نیست، در حالی که اگه این پوشش هوایی بود خان تومان سقوط نمی‌کرد و حالا هم آزادسازی شاید به 1-2 روز هم نمی‌رسید، چون این منطقه نچندان وسیع استراتژیک با پوشش هوایی به راحتی قابل آزادسازیه و بدون پوشش هوایی کار سخت‌تره. مشخصاً باید تاکید کنیم این روزها انتظار میره روس‌ها حضور پررنگی در آسمان سوریه و به خصوص در منطقه خان تومان داشته باشند، اما هرچی گشتیم اثری از جنگنده های روس ندیدیم و ظاهراً روس‌ها فعلاً قصد ادامه حملات هوایی رو ندارن. امیدواریم این قاعده در روزهای آینده تغییر کنه و بر تحلیل‌هایی که از معامله سوریه توسط روسیه توسط غربی‌ها ارائه میشه با حضور پررنگ روس‌ها در زمین و آسمان سوریه یک خط بطلان گنده کشیده بشه. این تصاویر در یک ایستگاه مترو در شهری کوچک به نام گرافینگ در شرق شهر مونیخ ثبت شده و دقایقی بعد از حمله یک مرد مسلح 27 ساله با سلاح سرد به چند آلمانی رو به تصویر کشیده. حمله کننده فریاد میزده الله اکبر و احتمال میره یک تروریست تنها یا به قول غربی ها لان ولف بوده باشه که زمینه فکریش رو داشته و حالا جذب داعش، القاعده یا گروه های دیگه شده و چنین عملی رو انجام داده. در این حمله یک مرد کشته و 3 مرد میان سال دیگه زخمی شدن و در نهایت ضارب توسط پلیس دستگیر شد. ممکنه فکر کنید چنین تیپ آدم‌هایی خیلی عجیب هستن، اما برای اینکه درک کنید چقدر کشف اینها سخته و تا چه حد ممکنه این آدم‌ها با ظرفیت تروریستی در غرب فراوون باشن، به همین تروریستی که دارید می‌بینید اشاره می‌کنید. این فیلم یکی از اولین فیلم‌هایی بود که در آغاز شکل‌گیری نطفه داعش منتشر شد و داعش چند تا راننده کامیون رو در جاده‌های عراق اعدام کرد و بعد هم به یک باره با چند حمله اینها تونستن بخشی از عراق رو اشغال کنند. طبیعتاً این تروریست که اسمش ابو وحید بود نباید یک آدم معمولی باشه، اما واقعیت اینه که این آدم اولش ظاهراً هیچی نبوده، اما بعد عضو القاعده میشه و بعد هم از القاعده جدا میشه و به یکی از مهرهای کلیدی داعش تبدیل میشه و حالا پنتاگون اعلام کرده هدف حمله هوایی قرار گرفته و کشته شده. واقعاً توی این دور زمونه هیچ کاری راحت‌تر از تروریست شدن و مردن نیست. اما خبر دیگه ای که این روزها در حاشیه ماجرای خان تومان قرار گرفت و دیده نشد برگزاری یک نشست ضد ایرانی و به شدت مسموم در کویت بود. ظاهرا کویت هم بی سر و صدا داره همون کاری رو میکنه که عربستان داره با سر و صدا انجام میده و بعضی شیخ نشین های جنوب خلیج فارس بعد جور شمشیر رو از رو بستن. این نشست که با عنوان اهواز العربی و با حضور یه سری از عوامل اطلاعاتی کشورهای عربی و یه سری تجزیه طلب برگزار شد و دارید تصاویرش رو میبینید، واکنش وزارت امور خارجه ایران رو به دنبال داشت و کاردار کویت به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران بهش ابلاغ شد. در این دیدار مقام وزارت امور خارجه کشورمون گفت میزبانی چنین گرد همایی در آن کشور مصداق بارز نقض اصول و اعراف شناخته شده بین‌المللی و مغایر با حسن همجواری است. ظاهرا در نشست اهواز العربی که مشخصا با محوریت ضربه زدن به ایران و بررسی همه
همه راههای این موضوع برگزار شده، تلاش برای کشیدن ناآرامی به مرزهای ایرانه. در این نشست علاوه بر بررسی راههای تازه ارسال سلاح برای تروریست‌ها در سوریه، عراق و لبنان، مشخصاً درباره ارسال موشک‌های زمین به هوای حرارتی به سوریه برای ساقط کردن جنگنده‌ها توافق شده. همچنین درباره اخراج کارگران و کارمندان لبنانی حامی تفکر حزب الله از کشورهای حاشیه خلیج فارس، جلوگیری از تشکیل دولتی ائتلافی با مشارکت حزب الله در لبنان، بحرانسازی در لبنان، تلاش برای معرفی حزب الله به عنوان عامل بحران در لبنان توافق شده. همچنین قرار رقم‌های قابل توجهی به برخی جریان‌های خبری وابسته در عراق برای شعله‌ور کردن اختلاف شیعه و سنی تزریق بشه و این گروه از این بحران برای ساقط کردن دولت و جلوگیری از حفظ یک دولت باثبات در عراق سوء استفاده کنه. کمک به طرح تجزیه کردستان سوریه و عراق و ترکیه که موساد به شدت در حال پیگیریشه و امریکا هم در قبال وقوعش با چراغ خاموش داره همراهی میکنه، یکی دیگه از توافق‌های نشست اهواز العربی بوده. تلاش برای کشیدن ناآرامی به مرز ایران و ضربه به جزیره امن خاورمیانه از سایر توافق‌های این نشست بوده که ظاهراً از مدت‌ها پیش کلید خورده و ارسال چندین هواپیما سلاح به شهر دالبدین پاکستان، یعنی هم مرز ایران، طی 20 روز گذشته که با رصد دقیق ایران همراه بوده و پاسخ مناسب ایران رو هم در وقت مناسب به همراه داره، از برنامه‌های این نشست بوده. حالا که بحث به اینجا رسید، یاد بزرگ اینها یعنی صدام حسین افتادیم که اولین بار اون قاتل از لفظ اهواز العربی استفاده کرد، اما خیلی زود هزینه اشتباه محاسباتیش رو داد. امیدواریم این جماعت بیکار این پولای مفت نفت رو در کشورشون خرج آزادی بیان بکنن تا دیر یا زود به روزگار صدام دچار نشن. روزهای آخر مجلس حسابی پرحاشیه است و بعد از اینکه سید شریف حسینی نماینده مجلس این نطق رو دیروز در مجلس کرد و ریتمیک ظاهر شد و مجلسی ها هم همونطور که میشنوید همراهی کردن، امروز اتفاق تازه‌ای رخ داد و آقای کوچکزاده این روزهای آخر زهرش رو به لاریجانی ریخت و تلاش کرد بی عملیش در مجلس نهم رو به گردن لاریجانی بندازه که با پاسخ منطقی رئیس همراه شد. خودتون ببینید. ولی بفهم بینش این ضابطه داره می‌نویسن. خب شما رعایت بفرمایید آقای کوچکزاده. جایزه بحث نمی‌کنیم. تذکر یه دگمه‌ای داره. تذکر میدین وقتی این بحثشون تموم شد موبت رو میدن، یه مشکلی نداره. به من گفتید که آقا تذکر ضابطه داره، دکمه داره. الان یه مش فاسد، من میگم فاسد، چیزشو میپذیرم، نفوذی در رسانه مینویسن کوچیکزاده فرق دکمه و تذکرم نمیدونه. اب نداره. شما که یه آیت الله زاده و رئیس قوه‌ای در جمهوری اسلامی باید بدانی اصل اداره مجلس ضابطه داره و ضابطش هم این است که تبعیض قائل نشید. شدید، ما گذشت کردیم، چرا تحقیر میکنید؟ یعنی بنده فرق این که دکمه داره و ضابطه داره نمیدونم. چرا از این تریبون کسانی رو که فکر میکنید دستشون کوتاه سعی میکنید ظلم کنید و تحقیر کنید؟ ای کسانی که به ما میگید چرا حرف نزدی، چرا راجع به فلان موضوع موضع نگرفتی، چرا راجع به فلان موضوع سکوت کردی؟ یکی از دلایلش همینه. رئیس قوه دوست نداره ما حرف بزنیم. اگرم دوست داشته باشه تحقیر ما میکنه. 2 بگید یا 4 بگید واقعیتی آقای لاریجانی که نمیتونید کاریش کنید. من از علمایی که شما را نامزد کردن در قم سوال میکنم، این رویه اسلامی است؟ شما چرا بنده رو تحقیر میکنی از تریبون؟ متشکریم. اگر شهامت دارید عذرخواهی کنید، هیچ جوابی پذیرفته نیست. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خودتون فرمودید دیگه جواب ما مسئول نیست دیگه، پس لازم نیست. من نفهمیدم کجای حرف من. خب شما که نمیذارید ما حرف، من که صبر کردم شما حرفاتون رو گوش دادین دیگه. حالا تحقیر کدومه؟ متشکرم از این مراهمی که شما دارید. من نمیدونم امروز شما چطوره که اینقدر ناراحتین. چیزی به شما نگفتم که عجب بابا، شما خیلی جالبه، هرچی از دهنتون در میاد میگید، اگه کسی جوابتون میده میگه تحقیر میکنید. بفهم بشینید آقای عزیز، اشکال شما اینه آقای کوچکزاده. بشینید
من برای شما خیلی متاسفم آقای کوچکزاده که تحمل پاسخ هم ندارین. شما مطلبی رو گفتین، من با صبر کردم همه حرفاتون بزنید. شما تقاضای تذکر داشتین، گوش میدین یا گوش نمیدین؟ شما تقاضای تذکر داشتید، مسئول تذکر آقای بذرپاشه. اجازه بدین تقاضای شما داده آقای بذرپاش. وقتی گفتن کی اجازه، شما به نظر نمیخواید حرف منو بشنوه کسی، مشکلتون اینه. تقاضای تذکر مسئولش آقای بذرپاشه. ممکنه آقای بذرپاش توضیح داشته باشه برای چه ربطی به من داره؟ من به شما عرض اجازه بدید آقای کوچکزاده، پس شما مشکل نمیخواید حرف گوش بدید. شما تذکر بعدی میخواستید بدید، من گفتم تذکر روش داره. شما بلند شدید مرتب داد میزنید. آخه درست نیست آقای کوچکزاده، این اشکاله. من به شما گفتم روش داره، کجاش تحقیره؟ کجاش تحقیره؟ ما به یه دوست نماینده میگیم بابا شما بلند نشو داد بزن، روش داره، دگمه داره. میگید به من تحقیر کردید، من فرق دگمه و فلان نمیدونم. خب برادر عزیز من، اگر همه بلند بشن برای تذکر داد بزنن میشه مجلس اداره کرد. این روشتون درست نیست. حداقل در پایان این دوره روشتون درست کنید. خلاصه این که این روزهای آخر مجلس اگه چند نفر از طیف کوچکزاده خودشون رو حتی آتیش زدن تا به لاریجانی به عنوان گزینه اصلی ریاست مجلس ضربه بخوره، اصلا تعجب نکنید. به هر حال این جماعت بعد جوری از لاریجانی دلشون پره. خبر بعد این که ظاهرا پرونده 2 میلیارد دلاری که سر ماجرای انفجار ساختمان تفنگدارهای امریکا در سیستم قضایی این کشور به عنوان غرامت از اموال بانک مرکزی ایران در امریکا ضبط شده داره به جاهای باریک میکشه و روند قضایی این پرونده داره به تقسیم غرامت بین خانواده ها میرسه. همین حساسیت موضوع که ظاهرا هنوز در روندهای دیپلماتیک به سرانجام جدی نرسیده، امروز با واکنش شخص رئیس جمهور همراه شد و حسن روحانی در جریان آخرین سفر استانی دولت 11 گفت ما نخواهیم گذاشت این پول و این مال که مال بانک مرکزی و از آن ملت ایران است به راحتی از حلقوم آمریکایی ها فرو برود. ما انشاءالله به حول و قوه الهی در آینده نزدیک این پرونده را به دادگاه بین المللی خواهیم برد و تا احقاق حقوق ملت ایران به مسیر حقوقی، سیاسی، بانکی خودمون برای اینکه مال ملت به خزانه ملت برگردد از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. امیدواریم همین. و در آخرین ویدیو رو ببینید از گوشی هامون که خیلی ها حتی نمیتونیم یا جرأت نداریم محتویاتش رو به نزدیکترین بستگانمون هم نشون بدیم. Bonjour Guizem. Bonjour Akbar. Bonjour. Alors Emmanuel, j'ai une question pour toi. C'est quoi le voyage de tes rêves? Un voyage en Inde. Los Angeles. Au Canada. Le Japon. Eh bien, ce voyage est à toi. À une condition. Tu dois accepter que quelqu'un ait accès au contenu de ton Galaxy A pendant 10 minutes. Regarde par la fenêtre. Alors? D'accord, ok. Ouais, c'est bon. Bah, évidemment. Oh putain.
از اینکه امشب هم با به اضافه تابناک همراه بودید از شما سپاس گذاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه. خدا نگهدار، سایتون کم نشه.